دب ما توجیکم نمودم توجدو ما توجیکم به وطن وطن دو ما توجیکم سختم رنگی درختی به بودی ها تکلیف ایراد ها دایر با جاری کردن سیستمای نو چکار کرده در کار در همیشه تکلیف ایرادا باشد بتانه با طریق خطی روان کنید دایر با همین ضرر معین شده حکومت جمهوری وزارت عدلیه دولت علی سعید ما معین کردن مونده کار اگر ما همه ضررهای مالیوی که پروکراتورای گنرالی агенти назорати молиявӣ ва коррупсия палатаи ҳисоб амният корҳои дохилӣ оное ки шумо худи кумитаи андоз ин маблағҳоро вай кунем як бюджети дигар мешавад худи мафҳуми зарари молиявиро то ҳозир касе вай карда наметавонад агенти коррупсия шумо зарари молиявӣ мегӯед لیکن در اصل با بودجه مبلغ‌هایی که میگین با این اندازه مبلغ وارد شدگی نیست یعنی اینا وای هر چیز زودتر معین کردن مونده کار است در یک جایی کار کرده مثلا جابجا کردن کادرها آنهای داغی سودی داشته آنهایی که یک بسیارشون در یک جا 7-8 سال کار کرده سالان عوض نمیکنند روتاسیون نمیکنند بعد معلومات داشته در کار پیشگیری کردم در کار خوبش 1000 چند نفر میگه تعلیب کرده خوبش اونایی که هستن از سیستم پیش کردن در کار نسبت به اونی که وای میکنن حتما در جنایت صادر میکنن محبس میره گودکش یتیم میشه خوبش جناب اگر لازم باشد مسئله قاچاق مسائل خدمتچیان کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان حالتهای وای شدیدن در کار وضعی کنندش حالتی من اشاره کردم دایر با کمیسیای چه میگن نرخگذاری میگن در نزد وزارت اداره کمیته سرمایه‌گذاری از دیگر وزارت آدم است ببینید یگان مسئولیت نداره همرالی در نزد یک ساختار شما تنها نیست دیگر ساختار آدم است بانک‌ها ده هست لیکن یگان مسئولیت ندارن یگان جوابگاری ندارن همچند وای یک انم بدبختی حاضر این گرو گذاشتن برزش گران وای کردن همین سبب هم همین است همه قرض‌های کلانی که از جانب بانک‌ها داده شده یا که پیشکی راهبر بانک امضا کرده است داده است بعد جلسه شوراش میگذراند تصدیق میکند یا اینکه خودش لبی روت میکند با وای امضا میکنند مبلغ بگرا و بیگانچه دادن کارمندای پالات حساب است هست جناب ولی خیلی سیغاق نفر دعوت شده است پالات حساب ایجاد خیزه کارمندای وای агенти назорати молиявӣ ва коррупсия мана санҷишҳое ки ман нақшаҳои сохторҳои шуморо тасдиқ мекунам ва намегузорам ки вай бошад ҳозир ман супориш додам ки минбаъд тафтишоте ки санҷише ки аз ҷониби коррупсия гузаронида шудааст баъди 2 сол در اون ساختار تکراری که از کروپسیا نمی رود از پالات حساب می رود و برعکس سنجش هایی که پالات حساب گذرانیده است اونجا کروپسیا می رود برای چی بگم چیز زود اگرچه در دوره روباری شما نباشد همین حادثه بسیار وای ننگین است مرکز سلامتی استقلال من چند بار یک دو بار رفته دیدم رفتی ساختمانه من ساختمانچی نیستم لیکن در اونجا بر علام معین بود که اضافه نویسی است ساختمان بی صفت است امروز علاقه معین شده است مسئله این ساختمانی پس صفت استفاده شده است حتی پارکت وای کردن پارکت کاغذی آورده وای کردن از چی پارکت وای کردن
مبلغی کلان حساب کرد. چند میلیون در آنجا وقتی لکن اگه پلات حساب شما سنجش کردید در آنجا بنابراین من چند عرض شکایت آمد که جناب عالی نمایندگان پلات حساب حصه شما گرفتن رفتند $150,000 حق نویساندن دادن که همش درست. من عریضه را گرفته شکایت را به کروسر آبرتش اون دیگر کس سنجش کردم برآمد 153 میلیون سومانی در یک об'єکت دزدی روی راست مبلغی بودجه. من در آنچه وای کرده بودم که کسی که از پلات حساب سنجش کرده است همه اینا باید در نزد قانون جواب گویند، باید جواب گویند برای روی پوش کردنش. همین جدم کوشش کردن کارمندان پلات اگنتی کروپسیا رو وای چی میگن با مبلغی کلان $400,000 $500,000 دادن در دستگیر کردن. 150 میلیون این مسئولیت کارمندان پلات حساب. حالا که با طریق آزمون ما انتخاب میکنیم چگونه شما نظارت نکنید قسمتی درآمد و خراجات بودجه تهیه کردن لایحه‌های سطح بودجه‌های محلی تحلیل کردن خودت مالیاتچیه رئیس شهر نویا کار بداری که رو دسته انم شهر نویا وای کن دیده برا پرابلمی نویا را چگونه برای چی خیر است برای چی نقششون اجرا نمیکنن چگونه تهیه لایحه بودجه کردن برای چی همه سرچشمه‌های درآمد یا که در اصل چی است نمیکنید روی کی برای همین شما جواب میدید شما مسئول هستید بسیار از حد زیاد حتی با طریق صنعی بودجه را زمینش نشان میدن شهر نویا که سوبسیدیا گیرن حتی حادثه های فوق العاده رئیس شهر نویا من نمیگم دای وزارت مالیه را تاکید باش حتی MCS و دیگره میدونن ضرری که در بودجه جمهوری چند قدر مبلغ دستاتی حالتهای دایر برطرف کردن حالتهای فوق العاده است. اکثریت شهر نویا برای که بودجهشون از زمین مبلغ گیرن اینجا را شش برد. اگر یک شوبک اگه 10 میلیارد در همین شوبک در دایره رفته است هر سال. حساب همین چیه؟ بودجه نویا را میگه وقتی مبلغ جدا کردی کار میکنن بودجه نویا راپورت میده که ما بودجه اجرا کنیم یا که برخصانه میکنن منبع‌ها سرچشمه‌های نوی درآمد بودجه پنهان کردن زیاد کردن این وظیفه شما متخصصان باید تحلیل کنید. اینا با کار با رفتار با عمل پاکویژداری صداقت 151 میلیون 10 تا مکتب حاضر زمان ساخته بود 15 میلیونی 10 تا 10 شهر نویا یک مکتب حاضر زمان ساخته از یک انشاءات لایحه کلان سرمایه‌گذاری را تحت نظارت گیرید لایحه حساب بودجه کدام وایادا سوبسیدی بیشتر است نگاه کنید که چگونه خراجات شده ایستاده است. وزارت مالیه چند نفر کار میکنید مرکزی در اداره مرکزی جناب ولی 290 نفر هست 300 نفر از شما در یگان وزارت اداره قدر کار میکردگی متخصص نیست موجود نبودن استاندارد یگانه به حسابگیری بین المللی مالیه در جمهوری چرا تو اینقدر کشاله یافته ایستاده است؟ درست است جناب عالی ما استانداردهای سال 2011 خطی کار کرده ایستادیم امروز زمینه‌ها برای گذاشتن به استاندارد امور مالیه دولتی برای سال 2014 علاقه آماده است جناب عالی دوام سال حساباتی ما مرحله به مرحله به استانداردهای نو امور مالیه دولتی میگذاریم. پروبلم تو حال ساده کردن بونوس آبنایی درست است جناب عالی در سندهای معیاری ما اینا اما ما انسان هستیم
Mana shirkati xorijiy omad. Tenderi baynalmilaliy bo'lsa yo ishtirok qildi yoki tenderi dohilida ishtirok qildi. G'olib baromad doir ba asl kardan yagon qonun digar. Dar hamja muayyan qonun muayyan kardi است. Bayan bonusi onu yoki hukumat muayyan kardi است. بله بله جناب عالی. همین اندازمو شما محکم از گلو میخوابید حالا هیچی کار نکرده است الان می مهلت آبونیسی مولوی 500 میلیون بسپارید از روی ویم نیست آخر نباشه یک گرافیکی معین کنید برابری از خود کردن یا که 4 سال 3 سال 5 سال 1 سال دم استوار نقشتون اجرا میکنید بعد سال دیگر چیه لیکن ندارد یا که کمپانی که وایس یک بار مبلغ در بونوس آبونوی داده اون طرف دایر بر رشد و سرمایه تکنولوژی وارد کردن ترکیسی میکشه اینا دیده هر چی زودتر کمیته اندازخطی برطرف کنید. خب شد جناب عالی مهلت تا یکم ایونو هست پیشنهاد میکنم. کارمندان اندازخیزی اجراتون کارمندان گمرک اجراتون خیزی منم دو ساختاری است که بودجه جمهوری تا سال تشکل می‌یابد و قسمی درآمد بودجه دولت را میگم که شما تامین میکنید. کی را پرسیم دیگر؟ این جلب سرمایه است. این اعتقاد به دولت و به ساختار دولتی و حکومت است. خب این بهتر شدن سطح و صفت زندگی است. آبروی ملت و دولت در عرصه بین‌المللی است. با جای بالا رفتن ما با رفتار دوست یک کارمند انداز منم خیلی وای میشه. چرا نظارت نمیکنیم؟ برای چی؟ وظیفه‌ای که چه اداره کردن نمیتونیم. متخصص پرابلم نیست. ما دور نمیریم. اینم حالا که دست من هست. رسم خانه و مالکیت و بانامیکی و دیگر ایخد سرکردگی تمام کارمندای گمرک و انداز همش هست. ورق میزنه برای چی؟ بودجه میگن اجرا نشد، درآمد اجرا نشد، این قصر اجرا پیدا شد. اونا هم آدم هست اندازپرنده که خلق تاجیکستان سایکار است، تاجر است، دیگر است، خواجگی دیخانی دارد، دیگر دارد. برای چه عزتی نفسی آنها دا میرسید؟ برای چه کعبه را میبریتان خاک پاشیدن است؟ کار دیگر چی است؟ اگر صادقانه پاکیزدانه ما شما کار کنیم یک بودجه ده دو بودجه اجرا کردن ممکن. ببینید شماره زیادی پرونده‌های جنایتی نسبت به کارمندان است. مسئله فشار آوری مقامات انداز با صاحبکارها است. شما برعکس من گفتم چقدر کم شده این سال است. شرکت و کمپانی‌های خارجی قریب 1 برابر کم شدن. برآمده رفت. این جای کاری نیست. یه حجم 3 سال محصولات نیست. برای چه خدمتی خصوصا میکنید؟ سپارش دادم. هیئت کارمندان را باید کنید تا صفتناک. پرابلم کارهای تربیوی، زبان، معامله، معاشرت، زبان آموزی، غارتگری نکنیم او مردم. معامله کنیم مردم میفهمند. بعد جابجا کردن کادرها، رتاتسیای کادرها، خدمتی صادقانه کردن، خدمتشون قدر کردن در کار. من اینا آگاه کردم تو. اما تو جواب میگین. یک جای جواب میگین. ما اینا شما هم جوابگر است. کریم زاده همین جابجا کردن این کادرها داد کی شما را خلال میرسونه؟ جناب عالی هیچ کس خلال نمیرسونه خیلی جدی. برای چی خیلی؟ من شما را تایید کردم آگاه کردم برادر. اگر مبادا یگان وزیر یگان شخصی علایده با شما فشار آوری میکنه تایید کردن کادرها جابجا کردن کادرها دا من دا گفتم نترس من دا گو من را واسطش میوام. چه کارمند گمرک 2 سال کار نشده 10-15 تا خانه 6-7 تا ماشین‌های خارجی که کمش $80,000 از چه میاد؟ از کجا؟ 3-4 زن
این یکی حادثه نیست. یک چیزی آنها شده رفته ساله. معاینات کنید. من تایید کردند آگاه کرده بودم. شما در وقتش اون معاون دیگرت هم در گذرگاه کار کردگیان تمامی طرز قاچاق میدونم، تمامی باشه، چون که از سطح پایان کار کردگی خودشان هم ممکن وقتش دست داشتن میداند رو وارد. من تاکید کرده بودم که پاکیزدانه کار کنید. برای چی صدیران نمیشه؟ برای چی جواب نمیده؟ که خدمات نقلات راه نیست میشه. وزیر نقلات دعوت نکرده کی است وای راه براش؟ ها؟ چند سال شد؟ همین روز از وظیفه آزاد شد. سابقه وظیفه شد. ما توجیکم میودم توجدو ما توجیکم به وطن دو ما توجیکم رنگی درختی به